خدا گفت اگر در کدام از امت من 4 خصلت وجود داشته باشد، 4 فعل وجود داشته باشد، وای منافقی تازه منافق است، بسیار تازه منافق است. این کدام عمل ها باشد؟ اذا اؤتمن خانه، هر وقتایی که اگر امانت گذاری پیشش خیانت میکند، خواه از مال دنیا باشد، خواه از یک برادر میرویم ما یک سیر دل ما نمیگوییم، میگیم برادر همین نزد تو امانت، اگر همون سیر دلی تو را رفته و آشکار کرد، اینم علامت منافقی هست. یا اینکه اگر در پیش او یک بار میمانی، یک مال میمانی و میگویی که من یک روز بعد یا یک ماه بعد از این مال خود خبرگیری میکنم، تا آمدن تو اگر در مال تو خیانت کرد، از مال تو چیزی گرفت، اینم علامت منافقی است. و اذا حدث کذب، دوم پیغمبر خدا گفت کدام انسانی که از امت من اگر دروغگو باشد وی منافق است. دروغگو اینم منافق است. و اذا عاهد غدر، وقتی اگر عهد پیمان میکند در عهد پیمانش وفا نمیکند، هر وقتی که وعده میکند در وعدهش خلاف میکند، اینم نشانه منافقی هست. و اذا خاصم فجر، آخر در حضرت گفتن کسی که اگر از امت من جنگ میکند و دشنام میدهد، اینم علامت منافقی هست. یک روز ما بین عصر شام در مسجد ما موعظه ها داریم، در باب همین منافق ما کمی صحبت کرده بودیم، حتی گویم بعض عصبانی هم شدیم، گفتیم قریب امروز 90% امت پیغمبر قریب منافق است، چه از حساب دروغ گفتنشان، چه از حساب امانت خیانت کردنشان، چه از حسابی که وعده را وفا نمیکنند، چه از حساب دشنامه هایی که میدهند. لیکن یقین دانید که منافق خداوند در قرآن خبر میدهد که در پسترین آتش دوزخ است. هر یک طبقه که در دوزخ وجود دارد بالای و عذابش کمتر است، تا چند اگر پایان رفتن که گرفت همون قدر عذابش وزنین می شود. پیغمبر خدا را پرسیدن آسان ترین عذاب دوزخ کدام عذاب است؟ آسان ترینش. پیغمبر خدا گفتند همان مرد گناهگار را میارند و در پیش او یک پای افضال آتشین میگذارند و میگویم پایهات در همون پای افضال داخل کن. وقتی این آدمی گناهگار پایهاش که در پای افضال که میدازد، با مجرد همون پایها در پای افضال جای گرفتن میگوید همون مینه سرش میجوشد. این عادی ترین گفته است، سبک ترین عذاب دوزخ است. تصور کن که منافق در پسترین است، چند قدر عذاب دارد. در کدام انسانی که اگر همین علامت ها باشد، این یکی از علامت های منافقی هست، این باید که ترک سازد. سلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یک گروه مخلصان شما از شما خواهش داریم که درباره ملاهایی که ایمان مستحکم ندارند و ما در شهر دوشنبه داملای داریم که از مردن میترسد و امر معروف نمیکند، اگر شما در این موضوع یک ثبت کسیتوی میکردید بسیار خوب میشد. پیغمبر خدا میگوید صلی الله علیه و سلم انما انا والله یهدی انما انا قاسم والله یعطی. پیغمبر خدا میگوید ما با این قدر شرفی که دارم، با این حبیبی که در نزد الله دارم، وظیفه من تبلیغ است، وظیفه من دعوت است به سوی بندگان خدا. باید بندگان خدا را من دعوت کنم به سوی یگانگی الله، به سوی عبادت پروردگار. این وظیفه من است گفت و وظیفه تمام امت من هم همین است که باید که امتان من چی باشند؟ مبلغ باشند، تبلیغچی باشند. از این خاطر هر نفری که امروز بگویم به حیث ملا و به حیث ایشان و
به حیث شیخ و به حیث پیرزاده و دیگر که امروز شناخته می شوند، اگر اونها در همین خیل شرایطی که الحال ما زندگی داریم اگر سکوت اختیار کنند، باور کنید خیانتی در اسلام کردگی هستند. امروز روز خدمت است. امروز باید که حقیقت در بین مردم باید که ما و شما خبر، هر یک انسانی که مسئول است، هر انسانی که امروز در اطراف دسترخوان او را بالانشین میکنند، باید که البته به البته حق در نزد مردم خبر دهد. زیرا خداوند به ما و شما چی میگه؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید که در بین شما گروه‌های باشد که مردم را تبلیغ کنند، مردم را امر معروف و نهی منکر کنند. هر کسی که امر معروف میکند، هر کسی که نهی منکر میکند، خداوند میگه اولئک هم المفلحون، اونها نجات یافته هستند در نزد الله. آیا نمیخوای که نجات بیابی؟ آیا نمیخوای در بهترین قصرهای جنت خدا را جا کند؟ به سبب چی؟ به سببی که تو در دنیا آن پیروای خودت، آن مخلصای خودت دعوتی به سوی اسلام میکنی. افسوس البته امروزها بسیار وجود دارد. بعضی روز یک برادر ما از راه دور آمده بود، دیگر ریان و شهرش نام نمیگیرم، گو معرکهای خیلی زیاد میکنیم لیکن تماما امر معروف وجود ندارد. میآیند ایشانزاده ها، میآیند شیخ زاده ها من میآیند، می نشینند، از خوراک استفاده میبرند، از مال و ملک خاندار استفاده میبرند، لیکن صحبت تماما وجود ندارد. حبیب خدا چی میگوید؟ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. حدیث صحیح است. پیغمبر خدا میگوید اگر در کدام خانه‌ای که توی باشد، در کدام خانه‌ای که خیر احسان باشد، اگر مردم دعوت کردند، تمام اونها آمدند، در اطراف دسترخوان نشستند، فقط از طعام خوردند و از خدا و پیغمبر صحبت نکردند، الا قام عن مثل جیفة الحمار. او حبیب خدا چه یک تشبیه وزنین دادند. گفتن اون کسانی که این طعام خوردن و با خاموشی خسته رفتند، اینها طعام نخوردند بلکه از پوست و گوشت و نجاست خر استفاده بردند. در اطراف دسترخوان معرکه کلان، تمامی کسانی شناخته شده حضور دارند، لیکن مجلس خفت، آرام، هیچ صحبتی از الله نمی شود، هیچ صحبت امر معروف نهی منکر نیست. حبیب خدا گفتن شما اینقدر طعام نخوردید، نه بلکه شما از نزد همین گونه حیوان خسته و رهسپار شدید. از این خاطر باید از مردن کجا میترسیم؟ مردن خودش ساعت دارد، خواهی نخواهی میمیری، چی داملا باشید چی آدم عادی باشید. کل نفس ذائقة الموت است. همه شما البته گفتن لذت مرگ میچشین، خواه امروز از خواه فردا هست، البته لذت مرگ میچشین. از مرگ هیچ کس گریخته نمیتواند. لطفی الله یار خدا رحمت کند، اون صوفی بودن، ویم صوفی هست، شیخ هست و حضرت میگه بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در نزد پروردگار اجر دارد این امر معروف و نهی منکر است. خداوند به ما و شما حتی چی میگه؟ کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستین. به چی خاطر؟ به خاطر آنکه شما امر معروف و نهی منکر دارید. از این خاطر شما در بین تمام این امتهای گذشته بهترین امت هستید. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. مرا یزنم کر است و بسیار آدم خوب و ساده‌خیل است. خواهرم با او 1 سال شد زندگی دارد، الحال میخواهد که از او جدا شود. سببش فقط از حساب کر بودن یزنم هست. آیا در این موضوع شما چی گفتنی دارید؟ یعنی البته جدا شدن این خواهر از این مردی که در این کسلی
ناشنیدنی مبتلا هست. اگر با این خاطر از این بنده خدا جدا شود در نزد خدا گناهکار می شود. هیچگاه پیغمبر خدا می گوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها به حساب می رود. اگر مبادای همین برادری که به ما خط نویسانده است، اگر خواهری تو کر باشد و این مرد شنوا باشد، اگر خواهری تو را طلاق کنه چی حال می شود؟ چه حالت می شود؟ از این خاطر شما وارثاش هستین، پدر و مادرش وارثاش هستند، گویند که خیلی کر این یک درد الله است و قدرت دارد که خواهری تو را مثال کر کند، کور کند یا یگان بیماری دیگر را مبتلا کند. به این خاطر نکاح. البته میگوید بیمار میگوید که الحمدلله خوبم. من چی میگویم؟ من میگویم که خدا را شکر. دوم میپرسم غذا چی میخوری؟ چی طعام میخوری؟ البته میگوید که خیلی شربت میخورم. میگویم که نوش جانت شود. سوم سوالش میکنم که یگان طبیب یگان نسخه نویسان، یعنی یگان معالجت کرد؟ البته این بیمار میگوید که مثال فلانی حکیم مرا طبابت کرد. من میگویم که پای قدمش به خانه تو مبارک باد. این جمله ها را این آدم کر میگوید تیار کرد و بعد خانه بیمار رفت. آدم بیمار همه وقت عصبانی میشود. بیمار چند سال خواب آمد و پرسید، همسایه گفت حالت چه خیل است؟ گفت حالم بسیار بد است، قریب است که میمرم. این کر نشنید، گفت خدا را شکر. گفت از غذا چی میخوری؟ دیگری بیمار چند سال چیزی نخوردگی گفت خاک خوردم، گفت زهر خوردم، گفت نوش جانت شود. کر هم تا جواب گفتن نمیشنود اون بیچاره صدای ویا. گفت از حکیم از دکترها کسی تر آمده معالجه کرد یگان داروی نویساد؟ گفت کی می آید خانه من؟ گفت بجز عزرائیل کسی نمیاد. گفت خیلی قدمش مبارک باد. این کرها چقدر ساده می شود. از این خاطر این یزنه کر یافتن هم این خودش یک دولت است، هیچی گپ ندارد. گیر یزنه داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. به نزدیکی من به شوهرم جنجال کردم از حسابی که شوهرم دولتدار است و بیگاهی ها مست می آید. من به وکیل و داملای محله مراجعت کردم که او را نصیحت کنند. آنها مرا سرزنش کردند و عیبم را به گردن من گذاشتند و نان و آب را خوردند و رفتند. من بسیار کسیته های شما را گوش میکنم و به خلاصه آمدم که شما این قضیه را حکم کنید، زیرا شما حقیقت را میگویید. به خدا قسم فقط شوهرم گناهکار است از حساب پول و مالش. این خواهر کدام خواهری باشد به ما مکتوب نویساندند که جنجال عائلوی شده است و در این جنجال خواست است که این جنجال البته حل کند. این شوهری که مست می آید، مالدار است، دولتدار است، خواست است وکیل دعوت کردند، داملای محلشون دعوت کردند که این جنجال یعنی به فایده اسلام حل کنند و این مرد تربیه کنند. این نامعلوم که این داملا یا که این وکیل به خاطر البته مال و ملک وی حکمی درست ندادند و این خواهر البته سرزنش کردند. زیرا در آخر میگد به خدا قسم عیب شوهرم هست. اگر به خدا قسم خورده باشد اینجا کفارت واجب می شود. اگر صحیح گفته باشد کفارت واجب نمی شود. لیکن از روی همین قسمش اگر راست گفته باشد، البته این داملا یا این وکیلی که از حساب مال و ملک او اگر استفاده برده باشند و حکم نادرست در بین آنها جاری کرده باشند، اینا هم از جمله ظالمان به حساب می روند. زیرا پیغمبر خدا هم در حدیث های صحیح می آید که
من سئل عن علم فكتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار. اگر کدام عالم را یک مسئله را سوال میکنن و این مسئله را صحیح جواب نمیگوید بلکه پوشیده جواب میگوید یا اینکه خاطر میبیند و جواب میگوید، پیغمبر خدا گفت این گونه عالم ها را پروردگار روز قیامت با لجام های آتشین بسته میگرداند. برای من هر کسی که اگر در این گونه قضیه ها اشتراک میکند، اگر دارد علم و سواد حکم کند، ندارد از همه بهترینش همین است که گوید که من نمیفهمم یا من سواد ای را ندارم یا فلانی را دعوت کنید، با این حال البته جانش خلاص کند. این برای او فایده آور است. که بسیار از این گونه انسان هایی که البته از حساب مالداری و دولتداریشان، چه زن باشد چه همسایه ها باشد، خیلی آزار میدهند و بسیار انسان های را ما هم میدانیم امروز که حتی که برای خاطر دولتدار بدن او، باور کن با او داملا هست، ایشان از شیخ است، با او یک صحبت های میکنند، چی صحبت های بی معنی میکنند، یک دیگر را در آغوش میگیرند، با یک دیگر چی دست زنی ها دارند، حالان که وی تماما بیچاره در بالای جای نماز برآمدگی نماز خواندگی نیست، فقط پول دارد، مال دارد، منصب دارد، به او خاطر همانها را چیکار کردن؟ از دنبه اونها دویده و از برای 4 سوم اونها شده دین آیینش فروخته گشته است. یک قصه در همون انیس الجلیس می آید، بسیار قصه عبرتگیری هست. میگوید یک مرد با دولت یک همسایه فقیر داشت. روز میگوید این فقیر گاوی داشت، گوساله زایید. این آدم با دولت درکدار شد که گاوی همسایه‌اش، گاوی این آدم فقیر گوساله کرده است. در او قاضی همون زمانه هم کدام پارخری بده است، این دولتدار میگد به همون قاضی مراجعت کرد که یا حکم برار که همین گویا که همین گوساله از اسب من زاییده شده است. یعنی این بای اسب داشته است، گفته است اکنون قاضی یک کاری میکنی، این مال و ملک چندی میگیری گرفتن بگیر، لیکن حکم کن که همین گوساله که در خانه می کم بغل پیدا شده است از اسب من است. قاضی فریاد میکند فقیر و آدم دولتدار، مرافعه سودی را تشکیل میکنند، میگوید که همین گوساله تو از اسب انا همین است. این فقیر میگوید چگونه آخر؟ دلیل ها در کجاست؟ میگوید چشم های گوساله رنگ چشم های اسب است. و بین میگوید گوساله تو هم 4 پا دارد، اسب هم 4 پا دارد. بیچاره آدم فقیر کسی به دادش نمیرسد، حکم میکنن گوساله را میدین آدم دولت داره. این آدم فقیر خیلی ناراحت میشود، همون سود عالی دا می نویسد بالاتر. میگه شاید در اون جگان آدمی با عدالتی وجود داشته باشد. مکتوب شد آدمی سود عالی میگیرد، میخواند، در تعجب میافتد. آدمی عادل بوده است، آدمی خدا ترس بوده است. در او فیراد میکند آدمی این فقیر و آدمی دولتدار در مرافعه سودی. بعداً چیکار میکند؟ یک کمی می نشینند و آدم دولتدار منتظر است که کنی این سود عالی چی میگوید. این سود عالی که آدم مسلمان بود، آدمی با توفیق از خدا ترس که بود، از جاش میخیزد و میگوید انا من 3 روز بعد حکم میکنم. این دولتدار میپرسد برای چی 3 روز بعد حکم میکنی؟ برای میگوید که کسل حیض شدم. این مرد است سود. این دولتدار میگوید عجیب، نخواه که مردم حیض شود. میگوید من منتظر انا همین جمله بدم، نخواد که اسب گوساله زاید. اسب گوساله زاید عجیب نیو، لیکن مرد اگر حیضید عجیب است. ها گفتن این همون دولتدار میگوید با یک جمله میگوید متهم کردن و گوساله هم بیچاره را گرفته در صاحبش دادن.
اینجا یک شعر نویساندن، ما شعر تحلیل نمیکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاد عزیز حاجی میرزا. مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت، مرده شوی می بایدش زنده در گورش کند. این چی معنی داشته باشد استاد عزیز؟ اینا اگر شاید این فکری منم غلط باشد، لیکن مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت، ما مرده کسی را میشماریم که پیغمبر خدا میگوید مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. کسی که اگر در یاد الله است، کسی که اگر در دین اسلام است، کسی که مسلمان است وی زنده است. کسی که اگر ذکر نمی کند، کسی از یاد خدا غافل است وی در قطار مرده ها است. شاید این مرده 100 ساله همون انسان باشد که در عمرش خدا را عبادت کردگی نیست و این تابوت همین دنیا باشد. یعنی این یک مرده هست که در همین دنیا زندگی دارد، مرده شوی می بایدش تا زنده در گورش کند. کنی یک عالم در کار میگد که این تبلیغ کند، این هدایت کند، این راست کند و بعد برده در گور جاش کند. ممکن هم تا معنی داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله. بابای حاجی، من یک مخلص اشدی شما هستم. یک سوال دارم، التماس جواب دهید. من یک جوان خدا ترس هستم. حاضر به کجایی که خواستگاری روی بسیار سر و پاه می فرمایند. دست ما نمی رسد. نفس خود را در زندان کردیم. یک دختر مرا دوست می دارد و مرا می گوید که مرا گرفته ببر به خانه اتان، بعدا نکاح میکنیم. من همین خیال کنم در نزد خدای خود گناهگار می شوم یا نه؟ التماس جواب دید که بسیار ضرور است. البته انسان گناهگار می شود وقتی که این یک حساب جنایت است. وقتی که شما مثال یک دختری که وی پدر دارد، مادر دارد، پدر و مادر وی قدر دارد، قیمت دارد و یک چند نفر انسان ها می شناسد، وقتی اگر تو دختری وی گرفته و به خانه میاری و بعدا نکاح میکنی، میدونی چند قدر در یک برادر مسلمان اینقدر دلازاری پیدا میکنی، آبروی یک برادر تا پس میکنی. شر الشباب فمن استطاع منکم الباءة فلیتزوج و این لم یستطع فعلیکم بالصوم فانه له وجاء. ای معشر شباب، ای جوانها، کدامت اگر دستی رسا دارین زن گیرین، اگر دستی رسا ندارین تا زمانی که دستان میرسیدگی باشد شما روزه گیرین، زیرا روزه شهوت شما را میشکند و شهوت شما را دور میگرداند. و الا به این عمل هیچگاه شما دست نزنین که وقتی دعای پدر و مادری در حق تو نباشد این چگونه زندگی میشود، این چگونه بخت میشود. لیکن از همه اون پدر و مادرها، از همه شما برادرای عزیز، ما مراجعت کردنی هستیم که امروز همون برادرای مسلمانی که خانه شما خواستگاری می آید، حبیب خدا میگوید خیر النکاح ایسرهن، بهترین نکاح همون نکاحی هست که اگر همون سر و پایی که گفته است همون کم باشد. شما اونقدر مشکل نگیرین، اونقدر وزنی نگیرین. شما فقط به همون جوان نگاه کنید که اگر جوان نمازخوان باشد، بچه خدا ترس باشد، با او مثال با یک مقدار کم هم که باشد با او نکاح کرده دهید. این برای شما بهتر میشه. زیرا پیغمبر خدا میگوید سراسیمگی خود از شیطان است، لیکن در 5 حالت باید که شما سراسیمه باشید. یک تاش همین است که وقتی دخترهای شما به بلاغت رسیدند در حال ویها را شوهر دهید. دیگر مال بسیار نگاه نکنید، زیرا منتظر مال بسیار میشوید. این دختر است، وسواسهای شیطانی وجود دارد، میبرد به یک مرد بیگانه، گپ و گزار میکند، بعد عاقبت شما را شرمنده میکند. دیگر در هیچی که راضی هم که میشوید کسی دیگر باید خواستگاری نمیکند. از این خاطر با همون مال کم هم که باشد، جوانی خوب باشد، جوانی اگر عملهای صالح داشته باشد، دهید انشاءالله شما ثواب بگیرید، بسیار نیک میشود. و حتی همون یک بار من گفتم شما گویم که خنده هم کردین، لیکن این خنده نیست.
اگر کدامید که میبینین اپای به شوهر دارین، مادری به شوهر دارین، مامای به شوهر دارین، پر از مردها موی سفیدای زنگیر، شما پیشنهاد کنید گوید ما همین خیل اپا داریم، همین خیل مادر داریم، همین خیل مامه داریم، مرحمت آمده گیرین. گوید این وظیفه مسلمانی هر کدام ما است، این عیب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داملای عزیز و شیرین سخن و مهربان به شما عمر دراز و علمتان را باز زیاده گرداند. من یک بنده خدا و مخلص ارشدی شما می باشم. داملای عزیز، من از شما یک خواهش دارم. من یک پسرچه دارم، وی 2 ساله می باشد. از روزی که وی تولد شده است فقط بیمار است و من گفتن که نامش را عوض کن. من می خواهم که نامش را شما بگذارید و دعا کنید که خدای مهربان به او عمر دراز و تن صحت و بر دین اسلام خدمتگار باشد. با عوض کردن این نام بیماری وی دور نمی شود. این عقیده غلط است. اگر مبادایی که شما وی نامش عبدالرحیم مانده باشید یا عبدالکریم مانده باشید که پیغمبر خدا گفتند بهترین نام همون نامی که در اولش عبد داشته باشد، یا بهترین نام همون نامی هست که عبدالله باشد، عبدالرحمن باشد. شما وقتی این عبدالرحمن را گرفته تغییر میتین، نام دیگر میمانین، فکر میکنین شفا در همون است. این شفا در نزد الله است. درد خداوند خودش میدهد و درد پروردگار خودش دور میکند. با عوض کردن نام هیچگاه وی بیماریش دور نمیشود. برای همین بگذار همون نامی که اگر اسلامی داشته باشد همون نام اسلامیش باقی ماند. فقط در حقش دعا کنید، پدرش مادرش دعا کنید که خداوند وی شفای کامل دهد. ما هم دعا میکنیم خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل نصیبش گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. ای دوستی خدا حاجی مرزا، در تویها تقای عروس میمانند. تقای عروس با 50 یا 100 سامانی قناعت نمی کند. شما در این مسئله چی میگویید؟ همچون یک پیشوا ضرور است التماس. ما چندین بار گفتیم در نکاح تقه تماما حاجت هم نیست، لازم هم نیست. این تقه بازی ها را باید که از بین برداریم، بس است دیگر. همون دختر قطعی جوان میاریم، این نکاح هایی که الحال ما میکنیم، دخترها از یک طرف، جوانها از یک طرف، داملا در بین می نشیند، به آنها یک طرز حیات حکایه میکند، به آنها موعظه میکند، بعدا هر دی اونها را در حضور یکدیگرش نکاح میکند. این تقه دیگر چی در کار؟ این تقه بازی و شاهد روان کن و بعد میآیند دخترها گفتن که تا 50 سوم ندهی اگر راضی نمیشیم. این از بی‌غیرتی شما میشود. شما غیرت اسلامی تان بیدار کنین و همون دخترهایی که در اطراف دخترتان جمع میشود اونا را نگذارین که آنها صحبتی بلند کنند. اونا کی هستند؟ شما پدر و مادرین، شما جوابگر هستین. این غمخواری برادر مسلمان کجا میشود؟ یک برادر خانه تو خواستگاری می آید، یک روزی خرسندی، روزی نیک، با یکی از سنت های پیغمبر چنگ می زند، تو به ذمه وی میگذاری 100 سامان ده، بعد دختر من هم میگوید. این گناه هست. آخر اینا را باید که ما وقتی زمان آمده است آیسا آیسا از بین دور کنیم. یک موی سفید او روز چی میگن؟ میگن همه حاجی بابا مثلا می عرف عادت ها را نرسین، بانن می عرف عادت ها بیستد. ما گفتم اگر همین رنگ توار پیشواها باشد همین مردم بیچاره دیگر همه قرضدار میگردند. آخه عرف عادت این نص قرآنی است، نه احادیث های پیغمبر داخل می شود. این عرف عادت ها میان مردم کند. آخر این عرف عادت ها را باید گم کردن در کار. تقا 100 سامان، دخترها 100 سامان، شهرها 100 سامان، از کجا میارین؟ این عرف عادت های ما و شما. همون شب نکاح بهترین صورت شمین است که اولا شما خدا را شکر گویین که در خانه شما یک مسلمان قدم میماند و دختر شما را با یک نکاح اسلامی میبرد. شما این در اول شکرانه کنین و دوم تمام همون ترتیب اسلامی را جاری کنین. همون دختر را پیشکی شنانین، گویین که همین بچه هم همین خیل نکاح باید همین خیل صورت گیرد. بسیارتر مادرها البته در این کار مسئول هستند.
بسیارتر خلل پذیر الحال در همون عائله ها مادرها شدگی هستند. همه حکم در دست خودشان گرفتگیان، همه همین بدعت ها را هم مادرها بیدار کرده ایستادند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، التماس با این سوال های من جواب دهید. در وقت نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتن سجده میکنن، آیا جایز است؟ جایز نیست. وقتی نام پیغمبر که گرفته شد ما و شما دور نمیریم، ما از فتواهای مذهب ابو حنیفه دور نمیرویم. اگر مجموعه الفتوا را ما و شما نظر کنیم، حتی همون تعظیمی که ما در نام پیغمبر میکنیم همون در انسان میگه گناهگار میشود. تعظیم فقط از برای الله میشود خلاص. باید که نام رسول اکرم در کجایی که شنیدید چی میگوید؟ صلی الله علیه و سلم. انا این واجب است. اگر این ترک کنید شما گناهگار میشوید. اگر نام پیغمبر رو شنیدید از جاتون خستید و صلوات نگفتید، در اون خستگیتون شما هیچ اجر نمیگیرین، شما گناهگار میشوید، زیرا صلواتش واجب است. صاحب فتوای مجموعه الفتوا میگوید در معرکه های اسلامی که برگزار میگردند 2 و یا زیاده خوراک تیار کردن درست است یا نه؟ درست نیست، لیکن چیکار کنیم؟ امروز فاتحه دارین 11-12 خوراک میپزین. کدامت پیش همین کارا گرفتین؟ کدامت پیش همین کارا گرفتین که من نگذاشتم که در خانه من فاتحه شود؟ میدونین نه فاتحه ها در 11-12 خوراک برای زنها میپزند. این اسراف نیست؟ انا این اسراف ها هست که خداوند همون برکات ما و شما را گرفته. امروز تمام مردها ما بیچاره میروند روسیه، 4 سوم کار میکنن میان، اما یک دین رجدین زنش قطعه فاتحه میگذرونن، با رایش میکنن روسیه بره. اینا رحمشون، اینا انصاف زنها. 4 سوم آورد است بیچاره، خودش بیمار است، در وجود خودش استفاده برداشت نمیتونه، رسید است برابر که الکه فلانی را خریدم، فلان جا قرض دارم، فلان چیز گفته، همه هم پولاش میگیره با روانش میگیره رفتن بگیر. این در دست شما هست، میتوانین که شما پیش همین کار گیرین. حکم در دست شماست. نمیکنم فاتحه تمام، نمیکنم 2 خوراک. هیچ انسان شما را امروز ملامت کنه نمیتواند، هیچ کس شما را هم گفته نمیتواند که 2 خوراک بپز یا 3 خوراک بپز. خودتان میکنین. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان، من از شما خواهش دارم که شما همین سوال مرا با پررگی جواب گردونید. من در مکتب میخوانم، نماز پیشین را در 25 کم ماندن میخوانم، همین درست است یا نه؟ با احترام مخلصی دائمی شما هستیم. درست است. اگر شما در 20 کم اگر نماز پیشین خوانید و از پی کارتون شوید، از پی درستون شوید، البته صحیح است، درست است. السلام علیکم داملای شیرین سخن اکای حاجی مرزا، خطبه چیست؟ خطبه این حمد خدا را گفتن خطبه میگن. خطبه امام میبراید در بالای منبر و یک خطابه میکند، یک موعظه میکند، همین خطبه میگوید. خطبه خواندن این از کلمه همون خطابه هست، خطاب کردن است. به خطبه خواندن جایز است. نکاح کردن در اسلامیان که نماز عید را التماس به نهایت ضرورت. نماز عید اگر به خطبه هم که خوانید نماز عید تان درست می شود. اگر باشد سنت از خواندنش، خطبه نماز عید خواندن سنت، خطبه عید نکی روز جمعه واجب. اگر خوانین باشد خواننده ها خوب نیک، لیکن اگر نباشد و همون خطبه خانه هاتون که وجود نداشته باشد، نماز عید تان هم خوانین، جمعه تان هم که خوانین، نمازهاتون صحیح می شود، نمازهاتون درست می شود. و در نکاح ها باشد همون حضور شاهد شرط است. حضوری که شاهد هست 2 نفر باید که شاهدها وجود داشته باشند. اگر گوییم از روی فضل و از روی برکات حضور پدر و مادر، حضور اولادهایی که در این معرکه اشتراک دارند، اینها همگی باشند، این به نهایت نور بالای نور می شود، به نهایت خوب می شود. امروز چند کس در من مراجعت کرد که
من زن آوردم در خانه بریزاگی پدر و مادرش. برای چی؟ برای که قلینگی خیلی کلام برای من فرمایش دادن. دختر مرا که دوست می داشت از دنبی من خسته آمدن. السلام علیکم داملای عزیز، با این سوال من التماس جواب دهید. شخصی هست زنا میکند، باز میگوید که زنا راحت دنیا هست. در نمازهای جمعه در مسجد شما اشتراک میکند، ماشینش را پرده های سیاه کشیده در شهر میگردد. ما در باب زنا صحبت داشتیم و این نمازهای جمعه‌ای که همون انسان زناکار میخواند تصور کند که همه این به ضرر وی حل میشود. خدا در قرآن میگوید ولا تقربوا الزنا، و تمام بندگان خود مراجعت دارد که به زنا نزدیک نشو، هیچگاه به زنا نزدیک نشو. حتی یک دختری که با تو نیکارس است با او سلام نکن. یک دختری که با تو نیکارس است او را در آغوش نگیر. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء السبیلا. خدا میگوید زیرا که این بسیار راهی بد است. کسی که اگر راه زنا را برای خودش اختیار میکند، باز آمدن نماز میخواند، این نماز او از همان نمازهایی هست که وی از کارهای بد باز نداشت. پیغمبر گفت آن نمازی که صاحب خودش را از زنا و از عرق خوری و عرق نوشی و از عرق فروشی اگر من نکرد، این نماز نیست. گفتند نماز همون نمازی هست که صاحبش از کارهای بد باز می‌دارد. پیغمبر خدا میگوید ما من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. بزرگترین گناه بعد شرک به الله آوردن این است که اگر مرد نطفه خودش در رحم زن میپرتاید که در بین اونها نکاح وجود ندارد. مقصد یعنی زنا هست بعد شرک. پیغمبر گفت بزرگترین گناه این چی است؟ این زنا کردن است. در کتاب می آید که پیغمبر خدا شب معراج میگوید من همراه حضرت جبرائیل بودم، در جای رسیدیم که یک تنور بود، یک تنور دیدم، صحو من حره، یک صدای داد می آمد از داخل این تنور. حضرت گفتم بالاش بسیار تنگ بود لیکن پایانش خیلی وسیع بود. وقتی که به من وی نمایان کردن نگاه کردم که همون جوانها و همون جوان پسرها و جوان دخترهایی که در دنیا با یکدیگر زنا کرده بودند در همین تنور عریان عذاب داده می شدند. اینا عذاب همون کسانی هستند که در دنیا زنا میکنند. وقتی با یک زن زنا میکنی تو در خاطرت بیار که اگر با خواهر تو کسی زنا کند، اگر با مادر و اپای تو کسی زنا میکند، وقتی دستی وای می قپی تصور کن که دستی خواهری تو را یک مرد دیگر مثل تو فاسق اگر قپیده باشد چه خیلی خطا حس میکنی؟ آیا او برادری که وای میشنود که فلانی با خواهر من زنا کرد وای بیچاره خجالت نمیشود؟ امروز همین زنهای فاحشه زیاد شده است. شما فقط جوانها خودتان احتیاط کنید، بسیار زیاد شده است. اکثریتش بین حکمت دارد. خداوند ولا تقربوا الزنا گفت به زنا نزدیک نشوید. این ببینید، این کسل ها را ببینید، این بیماری ها را ببینید. از همه بدترینش همین است که انسان زناکار اگرچه دولت دارم که باشد عاقبتش ان شاء الله خراب است. در همین دنیا ضرر میبیند. خداوند بسیار رحمان و رحیم است و یک مدت یک فرصت میدهد کنی این بنده من به خود می آید یا نمی آید. وقتی به خود نآمدی آیسته آیسته اول مال تا فرزندها تا بعدا در نفس خودت یگان زلال پیدا می شود. السلام علیکم داملای محترم عزیز و گرامی، التماس با سوال من پاسخ دهید. چند روز پیش در دهه ما داربازها آمدند. بعد آنی که از مردم طمع میکردند
که با حق رسول خدا یگان مبلغ دهید، باز میگفتن که با حق علی شیر خدا که داربازی از او مانده است. آیا حضرت علی دارباز بودند؟ نه، دروغ میگویند. حضرت علی مجاهدی در راه الله بود.